خب بچه‌ها سلام. یه ویدیو دیگه خواستم یه آپدیتی بدم که من خونه رو چیکار کردم. این اتاقو که دیوار اصلی بود همه گچو تراشیدم، دور پنجره رو و حتی این پارتیشن رو گچ روش رو تراشیدم، تخته هاشو کندم. توی شورت ویدیو هم هست توی یوتیوب، بریم ببینید. تخت ریزارم از این طرف و اون طرفش کندم که این تخته ها میشه. اتاق اون طرفی هم دوباره گچای دیوارهای آجوری رو تراشیدم به زحمت بسیار، ولی خوب شد. یه تیکه از سقف شل شد، اونم ریختم پایین. اونجا هم دوباره داریم میبینین از سمت داخل گچش رو تراشیدم، تخته هاشو کندم، همه رو بک کردم. اینا همه نخال ساختمونی میشه، همون سیمان و گچایی که به دیوار بوده. و یه کار دیگه ای که دارم میکنم این که خب اینم از این اتاق دوباره ببین به چه روزی درش آوردم. و من اینجا یه استرلیفتی بود، اینه، حالا بیق بیق هم میکنه، صدا میکنه، میگه آقا سریع منو بار بزن میخوام برم. این خراب بود، خلاصه بازش کردم که ایو از باتریشه، 2 تا باتری میخوره. باتریاشو رفتم خریدم، 60 پوند شد. ولی خب عوضش هر یه سری که میرم پایین 3 تا از این بگا رو با خودم میبرم. 2 تاشو میذارم رو صندلی، 1 2 میچینم، یکیشم دستم میگیرم آروم آروم با خودم میکشم میبرمش پایین. اینم دگمشه. من اینو که بگیرم سمت پایین، این صندلی شروع میکنه رو به پایین رفتن. ببینید خیلی آروم. ولش کنم قطع میشه، میگیرمش رو به بالا، دوباره این صندلی میاد رو به بالا. خلاصه که این یکی از همکارای بسیار به درد بخور من هستش اینجا الان. و من حالا نمیدونم دوربینو کجا بزنم واسه تو فیلم بگیرم. حالا دوربینو میتونم بذار یه دور سوار بشم. ببینید بچه‌ها، الان من نشستم روی صندلی دیگه، این دگمه رو نگه میدارم این طرف، ما میریم پایین. خیلی قشنگ، خیلی خوشگل. ما الان داریم یه مسافرت داخل منزلی میریم. اینم ریلشه بچه‌ها، این ریلشو، از این ریل خیلی قشنگ تاب میخوره و ما میریم پایین. خیلی راحت. آقا من این آشغال ساختمونی ها رو بک کردم، خدا کی اینا رو ببره پایین، هر کدوم 20 کیلو 30 کیلوه دیگه. گفتم بذار برم ببینم اینو میتونم درستش کنم راه بیفته. آخه خراب بود، کار نمیکنه، من فکر کردم خرابه، دیدم باتری نداره. خیلی قشنگ ما رسیدیم پایین. حالا من گوشی رو میزنم اینجا، شما ببینید که من چطوری میرم نخالای ساختمونی رو براتون کنم، برای خودم البته. من گوشی رو کجا بزنم که نیفته فقط. خب من میرم بالا که نخال ساختمونی بیارم. آقا فعلا خیلی خوشگل، خیلی راحته. آقا اگه تو خونه دارین استفاده کنین، حالشو ببرین. خیلی بکاریا هستش، تا 110 کیلو هم جواب میده. یه نفر 110 کیلو. من 2 تا بگ بذارم روش نهایتاً بشه 60 کیلو. یعنی تا 4 تا بگ هم من جا داره بذارم روش. ولی دیگه جا نباید باربند واسهش تهیه کنم. خب ما داریم کم کم میرسیم بالا. الان بار میزنم میام پایین، شما نگاه کنید، خیلی جالبه. ایرانی همه جا پرچمش بالاست برادر. بعد دیگه نیازی هم نیست پله بیام بالا، رو همه میشینم راحت. امیدوارم نسوزه فقط تا آخر این روز. خب یه دونه این 2 تا برو بریم، برو کنار، من اومدم. دیگه تنها کار کردن و سولو کار کردن همین هم داره دیگه. باید از هر چیزی به نحو احسن یه استفاده آدم ببره.
راستی که این کار خیلی کار منو جلو انداخت. گفتم اینو با شما به اشتراک بذارم. من همش باید یه دونه این بگا رو میوردم پایین و این پله ها رو میرفتم بالا. الان خیلی راحت یه بگ دنبال خودم میکشونم میارم پایین. کفش هم موکت اینجا بگه سوراخ نمیشه. دوتا هم که این همکار عزیزمون میاره پایین. حالا من پس فردا میخوام گشت سیمان ببرم طبقه بالا. دوباره بفهم آیا بدونی من دست خودم آوردم میذارم اینجا. یه جوری بچینمشون که جا زیادی نگیره. خب اینم بار تخلیه شد. یک بار اصلی از رو شما براش. حالا میارم میچینمشون اینجا. اینجا یه در ورودیه دیگه. در رو باز میکنی میریم بیرون. بعد یه بیرون میچینمشون توی صندوق ماشین میبرمشون ریسایکل بازیافت که فیلم بازیافت و ریسایکل هم واسهتون گذاشتم. آقا ما بریم بقیه مساله رو بیاریم پایین. گچ، سیمان، بقیه مساله میخوام ببرم بالا. میذارم رو همین، حتی پلاستر بردا رو میذارم رو همین میبرم بالا. گفتنم باهاتون به اشتراک بذارم و ببینیم که کارا تا کجا رسیده. فعلا خداحافظ.